بسم الله الرحمن الرحیم. زودتر از اینا حرف بزنیم، اما خب قدر الله ما شاء فعل اینطوری شد. به هر حال خوشحالم که تماس گرفتید. من در خدمت شما هستم، بفرمایید. بله آقای ابو محمد، خود شما دیدید در کانال هایمون من شما رو خوارج گفتم و تو به حال اعتقاد دارم که اصول خوارج رو خود شما دارید و من شما رو همچون خوارج میشناسم از سبب اینکه سخنهایی که شما میگید اصول مذهب زنده میکنید و شما گفتید که شما مرا تهمت کردی. گفتید من یگان جای تهمت ندارم و چیزی که من میگم منهجی همون اهل سنت و جماعتی که از صحابگان و سلف صالح مونده است. اونم که شما سلف صالح رو تکفیر میکنید. بالاخره اصول مذهب خوارجی شما همین است که شما کفر اصغر و شرک اکبر، شرک اصغر وجود ندارد. شرک اصغر وجود دارد و عیناً همین رو خوارج میگفت و من اثبات میکنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم این چیز رو اثبات کرده. خب همین است که اصول خوارج. خب شما یک لحظه اجازه بدید که راجع به تهمتتون حرف بزنیم، بعداً هر موضوعی که شما دلتون خواست من حاضرم اصلا موضوع رو شما انتخاب کنید، راجع به هر چی دلتون خواست حرف بزنید، من جوابتون رو بدم. باشه؟ نه من وقت ندارم که راجع به تهمتم صحبت بکنیم یا راجع به تهمت خود شما که امروز دیروز یک مثلا باز ویدیوی ندید که در اون اسم منم برادرها گفتن که گرفته شده، البته خود من گوش نکردم. اینجا بیاید داخل میشم یک بار به موضوع و هر تهمتی که کرده باشم غیر از خوارج گفتن باشد، غیر از جاهل گفتن باشد، من البته معذرت خواهی میکنم، اما من میگویم که شما در حقیقت اصول خوارج رو گفته و البته جاهل در و حالا اثبات میکنم که کنی شما منهجتون در حقیقت همون زبانی که دارید که میگه که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیرم، اون در حقیقت از پیامبر منهج رو میگیرید یا که پیامبر آقای ابو محمد مدنی، اینطوری حرف زدن فایده نداره. شما باید صبر داشته باشید، چیزی رو که میگی جوابتو بگیری. شما خودتون تماس گرفتید گفتی من تهمتی به شما وارد نکردم، من هم گفتم اجازه بده که بهت بگم کجا تهمت زدی، بعداً راجع به هر چی دلت خواست حرف بزنیم. چیز ناروایی نگفتم، یعنی شما باید صبر داشته باشید. ابو محمد کردی با تمام احترام من باب نرفتن وقت در صحبت‌های بیهوده من چیزی گفتم، من دو که گفتم حالا باز میگویم، اما غیر از این هر چیزی که گفته باشم به شما رسیده باشد معذرت خواهی میکنم. چی لازم است که باز تکرار بکنم؟ من معذرت خواهی میکنم، اما در باب خوارج گفتن شما و کسانی که مثل شما عقیده دارن و در باب جاهل گفتن شما و کسانی که در این اجازه بدید. حالا که شما میگی که غیر از این دو کلمه اگر هر چیز دیگری گفتم معذرت خواهی میکنم، باش، منم معذرت خواهی شما را قبول میکنم. خب اینجا الان یه سوالی از شما دارم. در این ویدیویی که از شما به دست من رسید گفته بودید که والله تعالی علم این ابو محمد کردی، یعنی منظورت من بود، این رو شیعه درست کرده. آیا تو میدونی من تمام شیعه ها رو کافر میدونم و هر کسی که شیعه رو تکفیر نکنه کافر میدونم؟ اینو میدونی؟ نه نمیدونم. الان فهمیدم، برای که تو امروز این صحبت ها به ما نرسید و برادرهای زیادی رو من سوال کردم که گفتن از ابو محمد کردی رو نفهمیدن. خب گرچنده که این رو داشته باشید. خب سوالم تموم نشده آقای ابو محمد، صبر کن. جناب محمد یک لحظه صبر کن، ما باید نقطه از هم دیگه متوجه بشیم. حالا شما میگی تا حالا نفهمیده بودم که شما شیعه رو تکفیر میکنه. خب من بهت میگم شیعه کافرن، هر کسی که شیعه رو تکفیر نکنه الا کافره. چرا که شیعه بر دینی جز دین اسلام، بر یک دین باطل. اگر خرافات و کذب و دروغ و باطل رو از دین مفتضح شیعه بگیری هیچی ازش باقی نمیمونه. من شیعه رو نزدیک به 12 سال کافر میدونم، حرف یک روز و دو روز نیست، اما من سخنم اینجاست. در این منهجی که شما الان برش هستید، کسی که علی التعیین یعنی یک به یک شیعه رو تکفیر نکنه، شما اون رو مسلمان میدونی یا کافر جناب محمد؟ مسئله اینجاست که من سوال رو شروع کردم و موضوع رو من شروع کردم و باید در موضوع شروع کرده من بروم. باش، من بسیاری این رو آقای محمد این رو هم قبول دارم. من فقط میخوام به این شنوندگان گوش کن یه لحظه. من فقط میخوام به این برادران تاجیک معلوم بشه که من شیعه رو کافر میدونم و هر کسی شیعه رو کافر ندونه کافر میدونم، اما تو اینطوری نیستی. تو کسی که شیعه رو علی التعیین تکفیر نکنه تو اون رو مسلمان میدونی، چرا که تو یک بشر عاذری هستی. عاذری میدونی به چی میگن؟
تو خوارج هم متهم هستی، میدونی ابو محمد کردی. الان به خوارج هم میرسیم. این سوال من رو جواب بده، بعدا شما هر سوالی پرسیدی من در خدمتم. جواب بگم. خوارج گوش بکن، من رافضه رو تکفیر بی‌تعیین میکنم و کسی که تکفیر بی‌تعیین دیده و دانسته نکند خوارج تکفیرش میکنم و این موضوع معروف است در بین برادرای ما. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. از همین جهت گفتم که لازم بس دارد. تو میخوای که خوارج از موضوع گرفتنی بشوی؟ من تو رو بر موضوع میدارم. نه خب یک لحظه. خوارج از موضوع گوش بگو، چرا منو یک بار آذری گفتی؟ چرا منو تکفیر کردی خوارج؟ الان بهت میگم. خب یک لحظه صبر کن. شما باید آقای ابو محمد شما باید با احترام حرف بزنی، یعنی نوع حرف زدن با احترام رو شما باید درک کنی. دوست گرامی شما باید با احترام حرف بزنی. احترام این است که تو مرا تکفیر بکنی، من برای تو بخندم که من آذری گفتی. الان مگر تکفیر نیست؟ الان بهت میگم. خب الان بهت میگم که تو یک بشر آذری هستی، من بر این حرف خودم هستم و اون رو ثابت میکنم. صحبت درباره رافضه میره. تو گفتی درباره رافضه مرا گفتی تو رافضه رو بالعین تکفیر نمیکنی، گفتی تو کذاب هستی. من بالعین تکفیر میکنم. از کجا فهمیدی که من بالعین تکفیر نمیکنم؟ الان بهت میگم چرا که چون تو ابن تیمیه رو مسلمان میدونه. ابن تیمیه علی التعیین شیعه رو تکفیر نکرده. من میگم که علی تعیین کردی. من از ابن تیمیه فهمیدم که علی تعیین کردی. خب ابن تیمیه بکری رو تکفیر نکرده. یک لحظه اجازه بده، حوار نکش آقای عزیز. آقای خورده آروم باش. یک تناقض داری. من سخنی ببین مثل صوفی آرام باش نگو. نه تو باید گوش بکنی. فهمیدی خوارج؟ تو صحبت کردی من گوش کردم، گوش میکنی. خب حرف بزن اشکال نداره، من صبر میکنم. حرف بزن. احسن انا میخلاص منهجت رو مثل قبوری ها نکن. فهمیدی؟ یکم من میگویم شما قبوری هستی و آن کسانی که تو حاضرشون هستی تو آقا جان شما احترام سرت نمیشه، صبر نداری. من نگفتم که تو رافضه رو تکفیر نمیکنی. من گفتم که تو رو رافضه آماده کرده و باز این سخنم رو میگویم و به تو من اثبات میکنم. خب بین من و تو جناب ابو محمد صبر کن بر این تهمتت. بین من و تو لعنت الله بر کذاب. بگو آمین. لعنت الله بر کاذبین. با تو هم بگو آمین. منم میگم آمین. اگر من رو شیعه درست کرده یا من رو شیعه صبر کن آقا جان صبر کن مباهله رو تمام کنم. آخر یک لحظه صبر کن. تو باید صبر داشته باشی آقای ابو محمد. آقا یواش یک ذره صبر داشته باش. چرا سوال میدی؟ سوال رو داری گوش نمیکنی؟ من والله صبر میکنم، فقط یک لحظه صبر کن مباهله رو کامل بگوییم. آقای ابو محمد آقا جان یک ذره صبور باش. صبور تو مباهله رو میفهمی چی است؟ اول موضوع رو بفهم که من چی میگم. بعد آقای ابو محمد با توهین کردن و فحاشی کردن هیچی درست نمیشه. شما باید صبور باشی. این نوع حرف زدن انسانهایی که ناحق هستن و ضعیف هستن و جاهل هستن اینطوری مثل تو داد و هوار میکشن. انسان عالم داد و هوار نمیکشه. انسان عالم صبر داره. انسان جاهل و بی سواد مثل شما داد میزنه، همش داد میزنه. من به تو میگویم که خوارج ها رو رافضه ها ساختن. اجازت بگویم؟ اجازت میدی؟ آقا بین من و شما من با شما مباهله کردم. صبر کن من لفظ مباهله رو تموم کنم. بگو آمین. من سکوت میکنم عزیز دل. شما به من گفتی من رو شیعه درست کرده. بفهم که من چی میگویم. حالا مرا نفهمیدی که من چی میگویم. با کدام موضوع تو مباهله میکنی؟ تو جاهل بوده ای باور بکن. تو الان من گفت صحبت بکنم. اول من فهم که من چی میگم. بعد مباهله رو من راضی هستم که امروز تو خوارج مباهله بکنم. خب نظرت چیه که با دقیقه حرف بزنیم که حق کسی ضایع نشه؟ نظرت چیه که با دقیقه حرف بزنیم که حق دیگری ضایع نشه؟ بهترینه. خب بیا حرف بزن. شما الان من ساعت رو گرفتم، بفرما شما حرف بزن. ببین الحمدلله که ما مثل البته صوفی قبوری اینا نیستیم. با دقیقه صحبت کرده میتونیم با تمام آرامی. از من ابو محمد کردی سوال کردی که چرا من گفتم که خوارج ها رو یا ابو محمد کردی رو رافضه ها آماده کرده. رافضه ها آماده کرده نه. من میگویم که امروز رافضه ها و امروز دیگر حکومت های طاغوتی دیدن که با ساختن مرجعه جهمی اهل سنت را ضربه زدن نتوانستند، پیش گرفتن خوارج رو. و این سخن رو من نمیگویم و این رو همه علمای اهل سنت و الجماعت گفته ایستادن. حتی در درونهای این محبس های طاغوتی سعودی بسیار خوارج رو انداختن.
و به من برادران موحد از ایران خبر دادند که رونی در بین برادران اهل سنت خوارج را انداختند، زیرا که منهج خوارجی در تکفیر اهل سنت مثل منهج رافضه هست. از همین جهت شاید تو در ایران آزاد بگردی، اگر در ایران نباشی شاید مثل تو در ایران آزاد بگردد، اما یک اهل توحید اگر تکفیری حقیقی بکنه برای نابود میکنند، اما خوارج اجازت میدن. برای همین من گفتم که خوارج ها رافضه ها امروز دارن منتشر میکنند، زیرا که اهل سنت اگر خوارج بشوند برای رافضه ها این خوب است، زیرا که همه امام ها و همه سلف ها تکفیر. این اول است. مسئله دوم این است که من ابو محمد به تو یک سوال میدم، خواهش میکنم با تمام احترام به من جواب بگویی. جواب سوال من این است که یک کسی که بیرق طاغوتی را احترام میکند و در واتساپ خود رسم او را میگذارد یا در یک سایت خودش میگذارد، حکم همون انسان چی است؟ سخنان شما تموم شد؟ سخنانتون تموم شد؟ نه سوالم است. نه تمام نیست. سوال جواب بده. آخه تو الان 2 دقیقه حرف زدی. اگر حرف آقا جان، آقا تو چرا صبر نداری؟ لا اله الا الله. اگر حرف میزنی خوب حرف بزن. بیا حرف بزن. تمام حرف بزن. سخنی من تمام شد. تمام شد. 2 دقیقه نباید حرف بزنی. تو دقیقاً آقا جان دقیقاً 2 دقیقه حرف زدی. 2 دقیقه ساکت باش. 2 دقیقه من ساکت شدم. 2 دقیقه من ساکت شدم، تو حرف زدی. الانم تو هم به پیمان خودت، به عهد خودت وفا کن. 2 دقیقه ساکت شو. ببین که ما اهل سنت چخیل پیمان خود رو ان شاء الله ساکت کنیم. خب بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. شما در این حرفی که قبلا زدی گفتی به من که شما رو شیعه ترتیب کرده یا به هر ترتیب شما رو مساعده کرده. بنده در جواب به شما گفتم که در بین من و شما لعنت الله و ملائکه و رسول و تمام کسانی که لعنت میکنن از انس و جن بر کذاب باد. اگر من رو شیعه درست کرده یا من رو دعم میکنن، یعنی من رو کمک میکنن، به من حقوقی میدن، به من معاشی میدن، به هر ترتیبی، اگر به هر دلیل و به هر نحوی من با شیعه ارتباط داشته باشم یا کسی حکومتی حزبی، نه فقط شیعه، صوفی، معتزله، هر حزبی، یا الله تو شاهدی، اگر هر حزبی من رو دعم کرده تا این لحظه یا من رو هر حکومتی درست کرده، هر کسی به من پول داده، به من گفته تو برو حرف بزن، لعنت الله و ملائک و رسول بر من باد اگر من کذابم و دروغ میگم. و اگر این چنین نیست و تو این افترا رو برای من کردی، لعنت الله و ملائک و رسول و انس و جن و تمام کسانی که لعنت میکنن بر تو باد اگر افترا کردی. من میگم آمین. وقتی که نوبت تو هم شد که حرف بزنی بگو آمین. خب به نسبت جواب سوالت که پرسیدی که اگر کسی که بیرق یعنی رایب عربی، یعنی پرچم یک حکومت طاغوتی رو عکس خلفیه به عربی بهش میگن صورت خلفیه، عکس این واتساپش کرده باشه یا هر چیزی، هر کسی که برای مشرکین موالات داشته باشه، هر کسی که مشرکین رو دوست داشته باشه، برای اونها موالات داشته باشه یا پرچم کفریشون رو پخش کنه، بلند کنه، احترام بگیره، فهو کافر. والدلیل قوله تعالی قال تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. انسان مسلمان از کافر براءت میکنه، از اهل کفر براءت میکنه، ازشون بدشون میاد و اونها رو دوست نداره. چطور میشه که بیرق اونها رو بیاره عکس خلفیه واتساپش بکنه؟ بفرمایید شما، نوبت شماست، حرف بزنید، من برای شما دقیقه میگیرم. تمام. من اینجا صحبتم وقتی که به سوال بله محمد کردی با انصاف جواب دادید که بیرق خلفی رو گذاشتن این کفره. الان من در تلگرام حاضری که داریم هر دوی ما صحبت میکنیم، در جای اسم شما ببینید بالش بیرق را دیده شدم که شما بیرق گذاشتید. پس از نظر عقیده خود به کفر واقع شدید. همین است که من میخوام به شما بفهمونم که خود شما نمیفهمید بسیار چیز رو و میکنید و تکفیر میکنید خود و جماعت خود رو، اما بیخبر هستید. الان اگر نخواهید خود شما به تلگرام خود بنگرید، در تلگرام شما رسم یک طاغوت است. چگونه شما باز تکفیر میکنید خودتون نمیفهمید که چی است؟ از نظر خود شما الان داره شما ابو محمد کردی خود رو داره تکفیر میکنید. این مسئله اول است که من میخواستم به شما بیان بکنم که کمی احتیاط باشید و مواظب خود رو هم بگیرید که البته اینجا کسانی هستن که شما رو میدانند و میفهمند. این مسئله اول است. مسئله دوم بارک الله فیکم این است که من البته
میخواهم بگویم که شما در کدام اساس شرک اصغر و کفر اصغر را انکار کرده و کسانی که کفر اصغر و شرک اصغر میگویند اینها را مشرع و کافر گفتید. با همین صحبت من پایان است. خب به نسبت اینکه به من گفتید که من بیرق یک حکومت کفری رو روی تلگرامم گذاشتم، سبحانك هذا بهتان العظیم، من یه همچین چیزی نکردم. والله این تلگرام من جلوی هر دو چشم شما واضح مشخصه. الان که من با شما دارم حرف میزنم یک عکس سیاه رو میبینم، این مال شماست، نوشته ابو محمد مدنی، در بالا یک عکس یک اسپیکر با یک پرچم ایتالیا با یک مثلث آبی با یک عکس توت فرنگی. این مال شماست برادر عزیز، مال من نیست. تلگرام من رو نگاه کن، من هیچی نذاشتم جز صورت خلفی که من برای تلگرام خودم گذاشتم، یک عکسی که روش نوشتم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اینو گذاشتم. من بیرق هیچ کشور طاغوتی رو نذاشتم. شاید اشتباهی نزد شماست، من ویرایش نکردم که یعنی تعدیل نکردم که شما بگی آها اینو تعدیلش کرد. نگاه کنید به تلگرام من، حاشا و کلا من یه همچین کاری کرده باشم. این از این. اما به نسبت سوالی که پرسیدید راجع به شرک اصغر و اکبر، ما در تمام قرآن و سنت فقط یک حدیث ضعیفی رو داریم از صلی الله علیه و سلم که منصوب برای صلی الله علیه و سلم، میگن که پیامبر علیه الصلاة والسلام به صحابه کرام فرمود که من از این میترسم که شما دچار شرک اصغر بشید. گفتن یا رسول الله علیه الصلاة والسلام این شرک اصغر چیست؟ فرمود ریا. حدیث ضعیفیه، سندش رو ارائه کردم. اگر شما هم اعتراضی داشتید من سند رو همین الان برای شما روان میکنم، ببینید یک کلمه از اون حرف ابو محمد کردی نیست، نه همش تعدیل علمای جرح و تعدیله، یک حرف هم از اون مال من نیست. من اونو ضعیف نکردم، یعنی تضعیفش نکردم، بل علماء جرح و تعدیل حدیث رو تضعیف کردن، گفتن این حدیث ضعیفه. بسم الله حرف بزنید. بله، پس اون عملهایی که از مسائلی که صحابگان رضی الله عنهم وقتی که در صلح حدیبیه به مکه رفته بودند، قسمی از اونها گفتن باران بارید و قسمی از اونها گفتن باران به سبب ابر بارید و قسمی گفتن باران را الله بارید. شما چه عقیده دارید؟ این صحابگانی که در بسیار حالت به شرک اصغر واقع شدند، اونها را پیامبر صلی الله علیه و سلم تکفیر کردند، یعنی شرک اصغر نبود، اونها باید کافر گفته میشدند؟ خیلی حدیث قدسی در این مسئله معروف است. اگر حرفتون تمام شد جواب میدم. حدیثی که موجود باشه و صحیح باشه از پیامبر صلی الله علیه و سلم، دوباره حدیث ضعیفی وجود داره به اسم حدیث ذات انواط که حدیث ضعیفیه، اون هم نه با فتوای ابو محمد، نه با علمای جرح و تعدیل تضعیفش کردن، سندش رو همین الان بهت ارائه میکنم، نگاه کن ببین یک حرفش رو من گفتم یا نه، همه رو علمای جرح و تعدیل گفتن. به نسبت حدیثی که میگید در صلح حدیبیه صحابه گفتن باران میباره یا همچی چیزی، بسم الله شما حدیث رو ارائه کنید، ما سندش رو بررسی کنیم ببینیم در کجا اومده. حدیث رو ارائه کنید، بفرمایید. بله، حدیث ذات انواط رو به ما ضعیف بودنش رو اثبات کردن شرط نیست. ما علت اون رو، سند اون رو خوب میدونیم که حدیث ضعیف است. ما قصه ای که آوردم ذات انواط نبود، قصه مطرنا بنوعی کذا و کذا، مطرنا بنوعی کذا و کذا معروف است و ما باران بارید به نوعی کذا و کذا. و بعضیشون میگن که این قصه در همون زمانی بود که وقتی که به مکه برای عمره رفته بودند، بالاخره قصه حضرت عثمان معروف است در همون زمان. و بعضی علما قصه رو در دیگر وقت نسبت میدن، لیکن حدیث سندش صحیح است که مطرنا بنوع کذا و کذا از صحابگان ثابت شد. بعضیشون گفتن این عبادی یعنی مؤمنون بی و کافرون بی، حدیث معروف است که حدیث قدسی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن. این حدیث صحیح است. در همین جا شما باید ببینید که صحابگانی که به این نمودی یعنی شرک اصغر واقع شدن، اینها رو پیامبر چرا تکفیر آشکار نکردن؟ حدیث ذات انواط رو ما قبول داریم که اینها اصلا ما ضعیف میدونیم حدیث ذات انواط رو. و حدیث دیگری که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، این اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا گفتن. و این حدیث رو ما میگوییم که حدیثی صحیح است. حدیث صحیح است. البته علما در بالای این حدیث، بعضی از علما سندش رو یک نظر کردن و علمای دیگر یک نظر کردن، لیکن خلاصه حدیث بعد از تحقیق علمای محققین حدیث صحیح است. و بعد از اجماع علما که شما اجماع رو اصلا قبول ندارید، اینها میگن حدیث صحیح است.
زیرا که مجموع طرق دارد، مجموع طرق و سند خلاصه حدیث صحیح است. و از این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار و واضح فهمید شد که شرک اصغر وجود دارد و کفر اصغر وجود دارد و کفر اصغر هم معروف است که به مانندی بگوییم از کفریات اصغر. اما گناهی کبیره که خودی شما ابو محمد کردی در یکی از نوارها گفتید زنا کرد رفت کافر شد، عرق نوشید رفت کافر شد، من همین رو دلالت می‌دهد که شما رو حقیقت اسلام رو نفهمیدید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک رو اگر گفته باشند که این ایمانش از وجود شد، در جای دیگر حتی به شراب نوش لعنت کردن رو منع کرد. و در حدیثی آمده است که امام بخاری روایت می‌کند که انه ولا تلعنه انه يحب الله ورسوله، یعنی عرق نوش. این دلالت می‌کند که منهجی که شما اختیار کردید که تکفیر با گناه کبیره است و گناهی که بگوییم کفر اصغر و شرک اصغر رو انکار کردن است، عیناً همون منهج خوارجی کبار است، اصل مذهب همون است. از همین جهت ما میگیم که اصل مذهب خوارج رو که وقتی که کسی بیان کرد این خودش از همون مذهب است. و از همین جهت من گفتم که ابو محمد کردی خوارج است، خوارجی جلد است. بارک الله علی الموحدین. بفرمایید. خب شما گفتید که این حدیثی که گفتید حدیث شرک اصغر گفتید که صحیحه. من الان سند این حدیث رو فوراً در حینی که شما داشتید حرف میزدید برای شما روان کردم در تلگرامتون. همین الان جلوی چشماتونه، میتونید بهش نگاه بکنید که ببینید از راویان این حدیث عبدالرحمن ابن ابی زناد ضعیفه، اهل علم علمای جرح و تعدیل میگن ضعیفه، ابو محمد کردی نگفته ضعیفه. سندش رو نگاه کنید. علمایی که اصلا تو قبول نداری، حق داری که اونها رو بیاری تکفیر کرده علمایت رو. علمای شما به عهدتون صادق نبودید. چرا من سکوت میکنم شما حرف رو به من بریدید؟ الله سبحانه و تعالی امر میکنه که به عهدتون وفا کنید. شما همینجا عهدتون رو شکستید. من شما رو اشکال نداره، حرفتون رو بزنید، بعدا اجازه بده من جواب بدم دوباره. خب پس حرف من رو قطع نکن، اجازه بده من حرفم سخنم تمام بشه. حرف من رو قطع نکن شما. خب این حدیث رو من برای شما الان سندش رو روان کردم جلوی هر دو چشمانتون ره با فتوای علمای جرح و تعدیل که این حدیث ضعیفیه، یک حرفش ازش ابو محمد کردی نیست. اما به نسبت اینکه شما فرمودید که شما چگونه میری از علمای جرح و تعدیل حرف میاری یا فتوا میاری در حالی که شما علما رو قبول نداری، خب این به اینجا میرسه که شما هنوز نفهمیدی که ابو محمد کردی داره برای چی دعوت میکنه. ما میگیم ای مردم یا ایها الناس این الحکم الا لله، حلال و حرام رو از الله و پیامبر باید گرفت. علمای جرح و تعدیل هیچ تشریعی به غیر ما انزل الله نکردن که من بگم حرف از اینا قبول نمیکنم. وظیفه علمای جرح و تعدیل چیست؟ اومدن زندگی نامه کسانی که احادیث رو روایت کردن برای ما توضیح دادن، گفتن این آدم صادقه، این آدم کذابه، این آدم ثقه است، این آدم ثقه نیست، این حدیث مرسله، این حدیث منقطع، این فلان، این بیساره. علم حدیث که علم بسیار ثقیلیه. علمای جرح و تعدیل هیچ تشریعی به غیر ما انزل الله نکردن که تو بیای من رو متهم کنی. بیا ابو محمد میگه علما رو قبول ندارم، اینور میره از علمای جرح و تعدیل برای من فتوا میاره. آقا جان ما میگیم هر فتوایی که به غیر ما انزل الله باشه، یعنی کسی بیاد از جیب خودش فتوایی رو استخراج کنه بگه این حلاله این حرامه بدون اینکه الله و پیامبر اون رو حلال یا حرام کرده باشن، این حرف منه. بسم الله شما ادامه بده، اگه سوال دیگری داری من جواب بدم. مثلا اینجاست که همه اون علمای محدثینی که از علمای سلف، از علمای جرح و تعدیل بودند و اونها فقها هستند. مشکلی شما همین است که جهالتی که شما دارید این است که با یک کلمه میخواهید که مردم رو فریب بدین. حالا دارید که معنای سخن شما همین است که میگوید علمای جرح تعدیل فقط حدیث را صحیح ضعیف کردند، اما مصدر تشریع شریعت رو نمیدانستند و اما اونها اجماع را نمیدانستند و اجماع را قبول نمیکردند و اونها را از این معنای سخن در آمده است که داری متهم میکنی. من میگویم که و همه علمای اهل سنت هم میگویند که علمایی که سلف صالح از علمای جرح تعدیل بودند، محدثین بودند، اینچنین اونها قرآن و سنت را میفهمیدند، اینچنین اونها مصدر تشریع را میفهمیدند و اینچنین اونها فقها بودند. و مانند احمد بن حنبل که کباری علمای جرح تعدیل است، و مانند یحیی بن معین، علی بن المدنی که اینها را هم فقیه گفته میشود
هم علمای جرح تعدیل گفته می شود. کدام علمای جرح تعدیل رو نآری مگر اینکه اون امام است در بابی از بابهای فهم قرآن و سنت. از همین جهت ما میگیم که شما وقتی که قاعده رو گذاشتید، جماعتی که شما متشددین یک قاعده رو گذاشتید که هر عالمی که مصدر تشریع را قرآن و سنت و سلف بگویم قول صحابه و این آن رو گرفت، این کافر است، احمد ابن حنبل و 4 امام رو تکفیر کرده، به همین قاعده گذاشته شما علمای جرح تعدیل من باب اولا 100% داخل می شود. که علمای جرح تعدیلی که در زمان سلف بودن و احمد ابن حنبل اعتراض نکردند و خودشون فقیه بودند و خودشون همراه احمد ابن حنبل بودند. و همین است که جرح تعدیل امام بخاری، امام جرح تعدیل کتب سته، اینها امام های جرح تعدیل هم بودند و ضعیف و صحیح رو چی کرده بودن، بیان کرده بودن. از همین جهت ما شما رو میگیم که شما تناقض دارید، علما رو تکفیر میکنید، علما رو قبول نکنید و بعد از این میآید از همون علمای تکفیر کرده خودتون و اصول خود خوارجیتون باز سخن میگید. همین رو میگن غلو و شکست و تناقضات. در باب عقیده شما میگید که فلان عالم تشریع کرد کافر است، از آدم کافر گرفته نمیشود. در حدیث هم باید به همون قاعده سخن بکنید. شما من میگم که ما از علمای خودمون که اهل سنت هستن سخن میکنیم. از علمایی که شما تکفیر نمیکنید نامش رو بگیرید، به حدیث رو صحیح ضعیف بکنید. تا همان زمان این سخن شما پوچ است، قبول نیست. تا همان زمان این سخن شما قابل قبول نیست، زیرا که تناقض است. شما احمد ابن حنبل کبار علما رو تکفیر میکنید، وقتتون تموم شد آقای ابو محمد، امام اهل سنت و جماعت رو، و بعد از این انا ببینید شما هم به عهدتون پیمان نمیکنید، خیلی که مرا سخت گرفتید. نه من فقط گفتم وقت تموم شد، من فقط گفتم وقت تموم شد. وقت تموم شد، وقت تموم شد. بفرمایید. من حرفتون رو نبریدم دوست گرامی، فقط گفتم وقت تموم شد، همین خواستم شما رو مطلع کنم. اما به نسبت اینکه آقای ابو محمد شما سعی کنید انسان با کسی که مناظره میکنه، آداب مناظره این که از حرف یعنی بد زدن و تهمت زدن و حرف زشت زدن باید پرهیز کنی. تو هی به من میگی جاهل، اگر والله سخن از جاهل باشه من فکر میکنم شما یک جاهل این بحث هستید که الان دارید گوش میدید حرفای من رو، چرا که بی ادبی کردن، اهانه کردن، تهمت کردن با این نوع اسلوب حرف زدن به نظر من شما به هیچ جایی نمیرسی. اگر بخوای مناظره بکنی باید با قال الله و قال الرسول صلی الله علیه و سلم دلیل بیاری، از کتاب الله و سنت پیامبر بگی الله این چنین فرمود، پیامبر این چنین فرمود. وگرنه اگر حرف از تهمت و حرف زشت زدن باشه، مگه من بلد نیستم به شما توهین کنم؟ چرا منم بلدم، اما این کار رو کار انسان عاقل نمیبینم. فکر میکنم جهال، این انسانهای جاهل اینطورین. الله عزوجل میفرماید اگر جاهلین شما رو خطاب قرار دادن قالوا سلاما، بهشون بگید سلام و تمام دیگه، باشون جر و بحث نکنید. اما به نسبت حرفایی که زدید، ببینید احمد ابن حنبل یا هر کدوم از علما، من اینجا یک سوال قرآنی رو برای شما مطرح میکنم که دیگه یمین و یسار نکنید، یعنی راست و چپ نکنید. من برای شما از کتاب الله دلیل میارم. قبل از هر چیز این که علمای شما چی گفتن اصلا من و شما مسئول نیستیم، گوش کنیم. و دلیل قوله تعالی قال عز وجل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله عز وجل میفرماید اونها امتی بودن قبل از شما، آمدن و رفتن، هر کاری کردن به خودشون ربط داره، شما از اونها نپرسید اونها چه کار کردن و چه کار نکردن. اما به نسبت احمد ابن حنبل که شما میگین عالم جرح و تعدیل فلان بیسار، شما باید از قول کسی فقط دلیل بیاری که این مسلمان باشه. من اینجا دوباره یک سوال قرآنی از شما مطرح میکنم. الله عز وجل در آیه 106 سورت المائده به ما امر میکنه اگر شما کسی از شما در یک بلاد دیگری مرد، شما میتونید از 2 کافر هم شهادت رو قبول کنید. اگر شما بگید شهادت از کافر قبول نمیشه، خب آیه رو رد کردی، آیه رو تکذیب کردی. چرا که در آیه 106 سوره المائده الله عز وجل به صراحت میفرماید که شما شهادت رو از 2 کافر قبول کنید. لا بأس فیها، میتونید شهادت رو از 2 نفر کافر هم قبول کنید. کسی که حرف حق رو زد میشه از شهادت رو قبول کرد. اما اینکه بگیم احمد ابن حنبل چون مثلا بزرگ، یکی از بزرگان علم حدیث بوده، ما نمیشه کفر و شرکش رو ببینیم، هرچی گفته باید بگیم صدق احمد ابن حنبل، این دوباره نقض برای قرآن، نعوذ بالله. چرا که الله عز وجل میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. هر کسی که کفر کرده این امت کافره،
یک و دو نداره. آن کسی که کفر کرد الا هو کافر. نمیشه ما بگیم چون فلان کس مثلا اومده کتاب الموطأ رو برای ما مالک نوشته ما نمیشه بهش بگیم کافر، چون احمد ابن حنبل مسند رو برای ما نوشته نمیشه بهش گفت کافر، چون شافعی الام نوشت نمیشه بهش گفت کافر. اگر کفرم کرده باشه اشکالی نداره، فدای سرش، این عالم، این بزرگه. نه، الله میفرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. بفرمایید حرف بزنید. بله، صحبت رو گوش کردم. صحبت همیشه مثل دیگر با مثل دیگر منهج اهل بدعت است که به آدابی نکنین، اینو اون نکنین. وقتی که اومدی همه علمای اهل سنت و جماعت رو، همه علمای سلف رو نام به نام تکفیر کردی، تو داری با ما رو به آداب و احترام نفس دعوت میکنی. این یک جهالت همه اهل بدعت است که همه علما رو تکفیر میکنن تا صحابه میرون، بعد از این به سوی آداب دعوت میکنن. بله، من دعوت میکنم تو رو و دیگر از باقی مانده از پیروانت رو که آداب رو رعایت بکنید. با جهل خود نشود که همه علما رو تکفیر کنید. این است بی آدابی. اما ما بی آدابی نکردیم. ما گفتیم تو جاهل هستی. بله جاهل هستی که نفهمیدی شده که این آیات هایی که میخونی به کجا استفاده برده میشن. مردم بیچاره نمیفهمند که این آیات رو تو خونده شده، لیکن موضوع در دیگر جا است. موضوع ما در حدیث صحیح بودن یا ضعیف بودن، کفر اصغر یا شرک اصغر وجود داشتن یا نداشتن. من به تو حدیث رو آوردم. در نزدت اینترنت وجود دارد. خیلی که تو هم علمت رو در اینترنت خونده ای. ببین حدیث هایی که در باران باریدن، مسئله که صحابگان همونجا قسمشون مطر نبی نوعی کده و نوعی کده گفتن. کفر نعمتی که آمده است، حدیث کفر نعمتی که آمده است، کفر نعمت یا کفر اکبر است یا کفر اصغر؟ کفر اصغر است. در مسئله این حدیثی که به من روان کردی سندش رو گفتی ضعیف است، که ما میگیم سندش صحیح است، امام بخاری صحیح کرده. اینجا یگان علم اهل سنت رو ذکر نکرد. من اینجا الان چیزی که تو به من ایصال کردی، ابو محمد کردی، اونجا نظر کردم که شما چیزی که ایصال کردید اونجا یگان علم اهل سنت ذکر نشده است، یگان علم خوارج هم ذکر نشده است. کنی این علم کی است؟ شما از کجا اینو صحیح یا ضعیف میکنید؟ به فهم خودت. از نظر من تو هیچ کسی نیستی که یک حدیث رو ضعیف یا صحیح بگی. تو گفتی علمای جرح تعدیل این رو ضعیف کردن. بفرما کدام علما؟ زیرا که همون کسی رو که شما ضعیف میگوین ما میگیم که دیگر علمای محدثین صحیح گفته. این حدیث خلاصه قول صحیح است. یک حدیث رو صحیح بین علما اگر صحیح یا ضعیف اختلاف شده باشد هم بالاخره در اسناد این آمده همه سلف رو تکفیر کردن. این جهالت است، این بیادبی نیست. وقتی که علما رو تکفیر میکنیم ما میگیم این جهالت است، این کجاش بیادبی است؟ اصلا بیادبی از شماست. از همین جهت میگم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ثابت شده است در سنن و در مسند گفتند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اخوف ما اخاف علیکم شرک الاصغر. از همه سخت‌ترین چیزی که به شما میترسم شرک اصغر است. قال یا رسول الله و ما شرک الاصغر؟ ای رسول الله شرک اصغر چیست؟ پیامبر گفتند ریا هست، آشکار و واضح. سندی که اینجا گفته که کسی ضعیف است رواه احمد فی مسنده و فی اسناده عبدالرحمن ابن ابی الزناد ضعیف. ما میگوییم که روایت هایی در سندش علما گفتند که همه سندش ثقات است بجز محمود بن لبیب، که این رو دیگر از علما صحیح گفتند به مانند امام بخاری و غیر. از همین جهت بارک الله فیکم برادران اهل توحید، ما بار دیگر میگیم از موضوع برآمدن اینها همیشه همین است که اگر به آداب داریم به این بالاخره سخن من به همین به پایان میرسد که شرکی بگیم کفر نعمت در نزد شما چی است؟ کسی که شراب می نوشد حکمش چی است؟ و کسی که زنا میکند حکمش چی است؟ کسی که یک مسلمان رو دشنام میدهد حکمش چی است؟ کسی که یک مسلمان رو به قتل میرساند از عمدی عداوت نه دنیوی دینی بلکه به خاطر دنیوی و غیره یا خطا یا بگویم کفر نعمت دارد، اینها حکمش چی است؟ انا بعد از این منهج بیان میشود. تمام صحبت من به پایان رسید. خب من در جواب حرفای زشتی که دوباره زدی بهت میگم سلامه، چون ادب نداری، فایده نداره من بهت تذکر بدم. آیات رو برات بخونم که الله عزوجل میفرماید اصلا در وصف یهود و نصارا هم الله عزوجل میفرماید وجادلهم بالتي هي احسن، با بهترین شیوه، با بهترین خلق و با بهترین نوع ممکن باشون حرف بزنید و مناقشه کنید و جدل کنید. اما چون شما سوء تربیت داری فایده نداره من هرچی برات آیه حدیث بخونم میگی نه بابا تو فلان بیساری من بهت میگم سلامه، کفایت میکنه انشالله. اما در جواب سوال هایی که پرسیدی گفتی این سندی که من برای شما روان کردم سخن هیچ عالمی در اون نیست
و این رو خودت تضعیف کردی. لا حول ولا قوة الا بالله. والله انا من به شما بگم جاهل، فکر میکنم به عنوان بی‌ادبی شما این رو فرض میکنی، چرا که بهت نمیگم، همون اول کار بهت گفتم انشالله کفایت میکنه. این رو من با اقوال علمای جرح و تعدیل از کتابشون اصلا عکس میگیرم برات میفرستم، ببین یک حرفش اگر یک فتحه ضمه از من بود، ابو محمد این رو نوشته بود، من حاضرم برای هر چی که شما بگید. اما راجب آیه 106 سورت المائده حرف زدیم که الله میفرماید شهادت رو از کافر هم قبول کنید، شما این رو جواب ندادی، فرار کردی، ده برو که رفتی. این از این. دو، اومدی از این ور به من گفتی که خب شما اصول خوارج داری فلان داری. اصلا قبل از این که ما راجع به اصول خوارج حرف بزنیم تو اصلا نمیدونی خوارج یعنی چی. قسما بربی اقسم بالذی رفع سماء بلا عمد، من فکر میکنم تو اصلا نمیفهمی خوارج یعنی چی، نمیدونی معنی خوارج به کی میگن. حدیثی که صلی الله علیه و سلم میفرماید یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، اصلا نمیدونی خوارج یعنی چی. اگر میدونستی به من نمیگفتی خوارج، میتونستی مثلا در همون عقل ناقصی که داری بگی مثلا این آدم غلاته، این آدم غلو میکنه، این آدم فلانه، این رو میتونستی این عبارت رو به کار ببری. اما در از لحاظ علمی اصلا علمی نداری، اگر داشتی نباید این کلمه رو تلفظ میکردی خوارج. تو اصلا نمیدونی خوارج یعنی چی، به کی میگن خوارج، خوارج کیا بودن و خوارج من خروج کردم بر علیه کی. یا امیر المؤمنین، تو مگه امیر مؤمنین هستی که من خروج کرده باشم بر علیه تو؟ تو اصلا نمیدونی معنی خوارج یعنی چی. اینو من با تو بحث کنم، باز کنم این بحث رو، به این نتیجه میرسیم تو اصلا نمیدونی معنی خوارج یعنی چی. اما این به نسبت اینکه گفتی خب اگر کسی زنا بکنه، اگر فلان کنه، راجب این شرک اصغری که گفتی، بیا من شما رو تحدی میکنم برای من یک دلیل از کتاب الله و سنت صلی الله علیه و سلم، چرا که رب العزه میفرماید و ما کان ربک نسیا، و ما کان ربک نسیا، یا بشر، یا انسان، یا عبدالله. الله میفرماید من هیچی رو فراموش نمیکنم. اگر چیزی به اسم شرک اصغر وجود داشت در کتاب الله و یا در سنت صلی الله علیه و سلم، باید برامون نمایان میشد چیزی به اسم شرک اصغر وجود داره. بیا من تحدات میکنم یک چیزی به اسم شرک اصغر یا کفر کوچک و بزرگ برای من در کل قرآن و سنت بیار، غیر از این حدیث ضعیفی که فرستادی و منم سندش رو برات فرستادم، هرچند اقوال علما رو برات میفرستم. سوال پرسیدی که کسی که زنا میکنه یا مشروب میخوره یا اینا حکمشون چیه؟ حکمش رو اولا من نمیگم، از لحاظ دین الله و قال الله و قال رسول جوابتو میدم. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این آیه که الله عز وجل راجع به خمر میفرماید، والحديث صلى الله عليه وسلم میفرماید لا يزني الزاني وحين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وحين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ایمان نداره کسی که زنا میکنه در حین زنا، ایمان نداره. کسی که دزدی میکنه در حین دزدی، ایمان نداره. کسی که شراب میخوره در حین شراب خوردن، ایمان نداره. اما شاید برات سوال پیش بیاد، ببخشید من از شما معذرت خواهی میکنم، وقتم داره تموم میشه، اما اگر به من 1 دقیقه وقت میدی حرفم رو کامل کنم، وقت نمیدی بفرما شما حرف بزن. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم که راجب زانی و سارق و مشروب خور حرف میزنه، من اینجا این حرف برای شما باید بیارم. الان فکر میکنی میگین ابو محمد میگه هر کسی که زنا کرد مثلا کافره. اولا من حدیث رو برات خوندم، از خودم چیزی نمیگم. لا یزنی الزانی و حین یزنی و هو مؤمن. اگر در حین زنا بمیره ایمان نداره، کافره. خب اگر نمرد و زناش تموم شد حکمش چیه؟ این الان سوال پیش میاد، حکمش چیه؟ برمیگردیم به کتاب الله عز وجل. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله میفرماید کسانی که فعل فاحشه انجام میدن و برمیگردن توبه میکنن، چه کسی است توبه رو از اونها قبول میکنه جز رب العزه؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. و الله سبحانه و تعالی توبه رو از کسانی قبول میکنه که اصرار نمیکنن بر معصیت، یعنی مصر على المعصیه الا هو کافر، من لم يكفره فهو کافر. چرا که شیطان لعین یک معصیت کرد اما بر اون اصرار کرد و پافشاری کرد، الله عزوجل لعنتش کرد. انسان مسلمان احتمال داره گناه میکنه، معصیت میکنه، اما برمیگرده توبه میکنه. کسی که توبه نمیکنه مصر على المعصیه الا هو کافر. شاید الان دلیل بیاره بگه خب اون صحابی که همیشه خمر میخورد، حدیث ضعیفه،
اون رو سندش رو نشر کردم، یک حرفش مال خودم نیست. یا حدیث قدامة ابن مضعون موضوع، حدیث باطل و کذب موضوعیه که به اسم قدامة ابن مضعون رضی الله عنه بین مردم منتشر شده. بفرمایید حرف بزنید. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، الان برادران و خواهرانی که اینجا ان شاء الله دارن میشنوند یا که آینده میشنوند میبینن که ابو محمد کردی مرا میگه که بی آداب هستین، تربیه سوء تربیه دارین، برای که شما مرا جاهل گفتین اینو اون. حالا که دقیقه صحبت کرد زیاده از 20 مراتبه یا کمتر، مرا تو نمیدونی تو جاهلی، تو اینو آنی میگه. در اول مرا به سوی آداب دعوت میکنند، اما در مابین تمامی به اخلاق را به بالای من متهم میکنند. بله، آداب رو ما داریم که شما تا صحابه تکفیر میکنین، همه علمای 4 مذهب رو تکفیر کردین، حالا ما شما رو تکفیر نکرد، حالا خاموشین، با تو آرامانه داریم صحبت میکنیم. و جاهل وقتی که میگیم غضبت میبراید، در حالتی که چند صدها بار ما رو جاهل میگیم. این منهج همه خوارجا هست که وقتی که جانبشون رو میبینن که به اونها سوالهای قوی اینجوری میگن، یک بار فقط نمیدونی، من تو رو این میکنم و میکنم. این بیچاره ابو محمد کردی تو به حال نفهمیدی که تو به من گفتی 2 کافری رو آوردم که حجت گرفتن شاهد شدنش ممکن است، اما از این گرفتی. من نگرفتم، من به جهالتی تو دارم در حیرت میمونم در هر یک صحبتت و به سوء تربیه تو و مکری که تو داری در این صحبتی بحثی مناقشه‌ای بود. در حیرت تکفیر کردن مسلمین از همه بی‌آداب‌ترین داری، ما رو با بی‌آداب میکنی. متهم نباش، این سخن آداب و بی‌آداب رو به یک طرف بگذار. سوء تربیه تو بدتر و سخت‌تر است. اما مسئله اینجاست که آیا مرتد رو شاهد گرفته میشود؟ جهالت تو همین است که علما رو مرتد میگویی، بعض این علمای مرتد شده رو قیاس میکنی به همون کافرهای اصلی. کدام کافر رو گفتم؟ آیا کافر محارب رو میشود شاهد گرفت یا نمیشود؟ این مسئله است. آیا میشود در این صحبتی که در اینجا کافر آمده است، آیا کافری که ذمه است یا غیر ذمه، آیا مرتد رو میشود شاهد گرفت؟ ببین چگونه مسائل است. اما توی بیچاره اول علما رو کافر مشرک مرتد میگویی و بعد از این میآیی و میگویی که شاهد گرفتن کفار اصلی جایز است. این جهالت و تناقضات خود شماست. اما این آیات هایی که تلاوت میکنی، این حدیث هایی که میگویی به موضوع ما ربطی نداره، البته بجز همون آیت زینایی که آوردی. کافر میشود یا نمیشود کسی که شراب مینوشد؟ من وقتی گفتم تو به من سوره نساء 90 و 91 رو تلاوت بکنی، به موضوع چی دلالت داره؟ ولی میدونیم این رو که این حرام است، عرق حرام است. ما عرق رو حلال نگفتیم. کسی که عرق رو حرام میگه کافر است و مرتد است. اما شراب رو کسی که حلال کافر است و مرتد است. اما کسی که نوشید، آیا به نوشیدنش کافر میشود؟ تو میگویی بله، اگر بنوشد کافر است و بمیرد در حالت کافر میمیرد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین حکم نکردن شراب نوش را. حدیث هایی که تو میگویی ضعیف است، این منهجی همون صوفی قبوری، منهج رافضه و منهج جهمی ها هست، عیناً منهج خوارج و همه اهل بدعت است که وقتی که یک حدیث به فرق سر شما اومد، شما میگید ضعیف است. حجت کجا است که ضعیف است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که گفتن که لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، عرق نوشید یک چند بار، پیامبر صلی الله علیه و سلم تکفیر نکردن. از کجا میآیی با کدام حجت تو رو ضعیف میگویی؟ من به تو گفتم که حدیثی که درباره شرک اصغر رو ضعیف کردن، خلاصه حدیث صحیح است و من سخن امام ترمذی دارم، سخن امام نسائی رو دارم، سخن دیگر از علمای محققین سلف رو دارم که این رو صحیح گفته و بعد از این دیگر علما رو دارم. لیکن تو چی گفتی؟ در سخنت گفتی که حجت به قبول کردن این سخنهای علمای تو رو من ندارم. تو خودت گفتی که من مسئول نیستم که گویا معنای سخنت که گفته بودی پیش از این گفتی که من علمای تو رو حجت نیست که قبول بکنم. وقتی که تو علمای من رو قبول نداری، چرا علمای من رو سخنش رو میاری به من بر ضد من علمای سخن من رو میاری؟ وقتی که من همین علما رو بر ضد تو میارم و دیگر سخن علما قبول نداری. همین سبب است که علمای اهل سنت میگفتن با خوارج و با جهمی ها صحبت کردن بیفایده است، زیرا که و هر دویش مثل قبوری فقط دارد فریب و کذب میکنه، علما رو تکذیب میکند، بر ضد میارد. وقتی که تو علما رو آوردی قبول نمیکنه. حدیثی که تو ضعیف کردی، حدیث رو کی ضعیف کرده؟ میدونی که این حدیث رو کی روایت کرده؟ همون حدیثی که لا تلعنه، آدم شرافخور رو پیامبر یک چند بار وقتی که شرافخور لا تلعنه گفتن، این حدیث رو کی روایت کرده است؟ میدونی؟ نمیدونی. والله اعلم. من نگفتم 100% نمیدونی، و به خاطر من رو تطهیر میکنی، لیکن نمیدونی. این است که شما یک بار کمی غضبتون برآمد آذری میگوید، تکفیر میکنید، همه حدیثی به شما گفته رو بر بسیار جاهلانه به اساس علم ضعیف میگه. همون علمایی که در اساس این حدیث سخن کردن همه رو مرتد و شیعه میگه
و حالا بالاخره صحبت ما درباره حدیث درباره چی میرود؟ کفر نعمت میرود. کفر نعمت رو الله سبحانه و تعالی در قرآن خودش ذکر کرد. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. البته اگر به نعمت الله کفر ورزیدی عذاب الله شدید است، به عذاب گرفتار میشوی، اما به خاطر کفر نعمت به جهنم خالدا مخلدا فی النار نمیمونی. و همین بود فهمی مفسر قرآنی که سلف صالح. ما برای همین خودمون رو از شما جدا میکنیم. همین وقت منم کمون همین است که میگوییم ما قرآن و سنت رو به فهم صحابه میفهمیم، به فهم ابو محمد کردی نمیفهمیم. آیت رو در همین موضوع از هر طرف اون طرف نمیگیریم. حدیثی که درباره این لازم زنی نزدی و همون ولا سرق سرق و نسرق و همومین رو ما میگوییم که در حالتی انا همون زنا کردنش ایمانش از او اصلش باقی میماند و باقیش بیرون میشود و وقتی که زنا رو کرد ایمانش باز میگردد. به این فهمی صحابه است، به این فهمی سلف صالح است. از همین جهت صحابگان تکفیر نمیکردند و زناکاران را الله فقط دره گفته است، چرا مرتد نگفته است؟ همین از جاهلی شما. چرا زناکاران را الله مثل دیگر کفار نگفت که اینها را خیلی که صحابگان مرتد را حجت میرسانیدن، بعد از وقت اگر گذشتن بعد قتل میکردن، اما چرا زناکاران را حجت نرسانیده بلکه یک باره به دره میارند و به دره هم قتل نمیشود؟ بسیاری انسان ها بعد از جلد زدن زنده میمونند و الجلد و ترکیب هم گفته است حدیثی که میگوید، یعنی جلد زدن و جز همون دخترها و بچه‌هایی که کرده است باز زنده میموند. اگر مرتد میشد اینها رو قتل میکردن. همین است تناقضشون. چرا در دیگر شرک اکبر و کفر اکبر حکم قتل است به مرتدین؟ خیلی که جنگیدن، خیلی که قتل کردن، خیلی که این قصه ها بینات زیاد است از قتل کردن یک زنی که شوهر خود نکرد بغیره. اما در زنا الله مرتد زناکاران را مشرک مرتد نگفت، عبادت کننده غیر الله را مشرک مرتد گفت، اما زناکار را مشرک مرتد نگفت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم زناکار را یک بار به قتل نرسانیدن، بلکه به او فرصت دادن اگر توبه کند یا نکردن باید قبول کردن، یا که قبول یعنی که اگر همون زنا را منتشر نکند و اقرار نکند، اگر که کرده باشد هم ثابت بشود در زنده و باز زنده میماند. آیا مرتد شده رو در زدن و باز زنده ماندن جایز است؟ با همین صحبت رو یعنی به تو میسپارم. خب اینجا الان دوباره نمیخوام حرفای تکراری بزنم. شما سوء فهم دارید، جز اینکه سوء تربیت داری سوء فهم هم داری. چرا که من راجع به آیه 106 سورت المائده زمانی که من حرف زدم به تو گفتم رب العزه به ما امر کرده که به ما این اذن و اجازه رو داده که از کافر هم شاهدی بپذیریم. اومدی اینجا استدلال غلط و باطل میکنی، میگی که این ابو محمد تناقض داره. آقا جان این کافر اصلیه، این علمایی که تو میری ازشون شهادت میگیری اینها مرتدن، تو چجوری از مرتد شهادت میگیری؟ ببین سوء فهمت اینجاست، این که بهت میگم نمیفهمی. الله سبحانه و تعالی خیلی مثال آورده در قرآن در وصف کسانی که نمیفهمن، ذالک قوم لا یعلمون، نمیفهمن. خلاص چیکارش میخواد بگه؟ نمیفهمه، هر چی میگین از ساز خودشو میزنه، سنتور خودشو میزنه، نمیفهمه. از موضوع بیرون نشو، من ببین از موضوع بیرون نشو، در موضوع علمانه صحبت بکن. به سوال جواب بدی. تو الان داری مردم رو حرف من رو قطع کردی. الان عهد پیمانات رو شکستی. ما عهد کرده بودیم که در موضوع صحبت بکنیم. سحر و جادویت رو بس بکن. شما سخن من رو قطع کردی آقای محمد. تو من رو تأخیر نکن. ببین من باز چرا از موضوع وقتی که بیرون شدی ما عهد کرده بودیم که تمام ان شاء الله من از موضوع بیرون نمیرم. هر چند من با تو همچین عهدی نکردم از موضوع بیرون نمیرم. بذار حرفم تموم بشه. از موضوع بیرون نشوی. بذار حرفم تموم بشه. بذار حرفم تموم بشه. این خوبسایی ببینید، من رو بیاداب میگید، بار دیگر بیاداب میگید. این خوبسایی خوارج‌ها رو ببینید. مردم ببینید. الان دارم عصبی شدی ها، مشخص عصبی شدی. الان نه، الان محمد کردی. قسم به الله من آقا شما 100 بار به من گفتی جاهل، من عصبی نشدم. تو چرا عصبی میشی؟ من میگم سوء فهم داری. ببین از نظر منهج خودت الان تو تکفیر